میرم پیش رئیسیدم میرم پیش رئیسیدم نمیکنم وقتی تو زندگی پیش درسته من نمیکنم من زندگی نمیکنم من چیزی نگه هیچ چیزی دیگه هر جنگ دیگه کی تو بکدم نخو که مردک هم خیلی کنن نخو که مردک هم خیلی باشه مردکی فهموندگی نیست من زندگی نمیکنم من دیدم من داو خانه من زندگی نمیکنم من دیدم من داو خانه وای تا بکنم خیلی آوازی همو به زور شدم که خیال میکنم حالا من ششم اتاش آوازی همو برومدسه تو بکردم خیلی گوشتم عادت یا حالی ما خانی ویرم میدانم در کجای نمیشوی نچید نمیشوی چی ترسان یکتم نمیکنم دیدم نمیشی خیلی چیزی همو همسایه‌ای ششم اتاش بس چیگه پای تینجیه چوی غضب کرده ای کجا تینجیه بابی ای کجا تینجیه روز نمیتید ادری همو خانه اگر بیزار شده می ای ششم اتاش برو بفرا دیفاق بقجق جقی همیه فهمیدم کلون جون زیرنش بس من هموش میدونم من همو آخه یک حیاتم در همون یکم اتاجی همون پدز شما گذاشته همون زندگی دارم من وقتش خیال میکردم که همین دویم اتاج ای سوم اتاج آواز میآید نه با استاد وقت شما اومده ششم اتاجی ما دو زندگی داره کو بعد فهمیدم که ای ششم اتاجم آواز میومده نه میومده دیدی ها میومده هر روز کاری من جنجال من نمیکنم زندگی برای مادر رئیسی همو دام میگن که رئیسی همو دام ما در خانه زمینه که زندگی میکنن این همی کوچی با فکرم این همی جدا پیش همو رفتن در کارای نمیکنم ما با دیگه زندگی بس تو به اکم چخیل بفهمم که چخیل بپرسم نمیکنم خیلی نگه هر کی نیتی بد نکنه بیا ما همین بچه رو پرسم که مردق گپ زنیم مالا چی میپرسی رو بابی آخی اکو سبب بپرسم پرابلم پونی ریشینویه نمیشه نچی تمام بابی بس نوخی ای جانی نو برآمده اومد بیا یا بفهم خیلی چیگه پیوخی چوک نیتی جدا شوی کردین چی پرابلم داره شما در همون خونتون ما یعنی زنی ما اون همون ششم اتاج همون کوارتیر همون خونه ما 6 تا بوز آورده محکم کدای خانه بو گرفته بوز و گوسپانده در ششم اتاج در همون خونه زندگی میکردگی خونه زندگی میکردگی من این همین بوز و گوسپان 6 تا بوز و گوسپانده برو همونجا محکم کردم خونه در ششم اتاج مونده اومده در همونجا پرورش کرده سین خطون زندگی داره اونم خیلی کدای اخی اخی برو بوی توفی بوی توفی همون بوز و گوسپان وایه گوش کو اگه خیلی تو مرده که خیلی زنه که گوش کو آخه همین خونه که رفتی در تریزار هوی بمان هوای خونه علیش میشه هوا تازه میشه هوی من در تریزاره میبخشیده اون در تریزار هوی منم هوی کفتره می پران میرم واه اوه قوتی مقتی راه نگر کدام تختی برم اگنه پیش برم کجای قدمی دیسی آخی برم دریا چی جانم هوی کنم؟ دریا چی جان من چی جانت خودش هوی کرده میتانه تو برای دری مرا هوی کن مالی چی قدر تز رفته سی کجا سر اسمی آخه پیش برو گفتی پیش رفته اسم خود خیلی کنم یکون که از رنگ نمودی تر انتظار رای که ببین برق فایم رگل من تو ده حیرانم آخه همه او خود میکنم که لیواساتو میشون خانه رو میرون با تو برای چی می قدر ناراضی من نمیدونم کم پنگ که بره ماشینده بشی هوی که دریا چطور پیش درم یا پیش بیشونسا نه علمی قفادم میشینم مرده علمی قفادم میشینم اول پیش میشونیش کو
الان که دیگه پیش نمیشنو نمیشه مایله هایکو چاقون هایکو بجق گزا تو زاکی دیسان نه اوستهای که بچم اوستهای که میره هدا بودن باید همه وقت احتیاطکار باشه اوستهای که همه سرستامو نیسته مستفید آخه میرسه ماشین تو خریدگی ایشیو که ما اینه که مستفید همین سهر خستگی تایی که ایر وای که همه کاری مده تو زید برام دسی آخه چی کار نمیکنم تو که تو اینقدر ایمن ناراضی چی کار؟ لیواسکاتو میشم اوتیک میکنم اوقات میکنم نون میکنم آبا چی کار کنم تو که قطنی دوال نی آخی تو بلنگ من که بیدی حالی نرسیدم برای چی من کنم؟ من میکنم بگی اوچت پیش بشنون خس پیش نه؟ ها بگی پیش بشنون مایله خس فرانس فران چاقان فران یه کپی لقی بگی چه اودم این سو کرده پیش بشنون شا چیکو کار میکنم گفش نگیرید من نمیدونم یه ایمی سهری روز خستگی که هم خیلی ایمی معیشم درش خوش رو محکم نکن من عنو تو بیستم تو پلنگ لبای درش نیم کلا ماندی آخی سخنو پوشیدی خنده تو زن اینه که ایسکه میکشم پیشتر کن ایسکه میکشم اینه که بچسبان شده تو نیل بابوی اینه اینه که ریمنتی خط سخت ببند مستحکم بستی چاقنش ریمنتی و چطور نبند چوا الان میتونی وایده در کنست پالنی پریود هایکو درش نیم کالا پوشیدی شیط بشه هایکو حاضر بشه هایکو سخت هایکو سخت هایکو برای چی اخی خیلی های کنه؟ کاری تو نباشه تو زنوک تو بگی بشی هایکو با تو استر هایکو اینه بی بچم اوستا هایکو برای چی مستفید؟ برای چی تیز های کنه؟ گوش سختر هایکو ها هایکو گزم چو اخی خیلی تیز های کنه؟ چوا؟ برای کی؟ حضور ما ای زندگی همه دارم